وقتی اسم این کتاب یعنی اثر مرکب رو میشنویم، ممکنه ناخودآگاه ذهنمون بره سمت مفاهیم مالی یا سرمایه گذاری. اما دارن هاردی از همون ابتدا سعی میکنه این سوء تفاهم رو از بین ببره. اون میگه اثر مرکب فقط یک قانون مالی نیست، بلکه یک قانون زندگیه. قانونی که روی سلامتی، روابط، شخصیت، درآمد، اعتماد به نفس و حتی سطح آرامش ما اثر میذاره. نکته مهم اینجاست که این قانون چه بخوایم چه نخوایم همیشه در حال فعاله. یعنی یا به نفع ما کار میکنه یا علیه ما، اما هیچ وقت متوقف نمیشه. وقتی به زندگی آدم‌ها نگاه می‌کنیم، معمولاً تفاوت‌های بزرگ رو می‌بینیم. یکی موفقه، یکی نه. یکی آرامه، یکی همیشه مضطربه. یکی رشد کرده، یکی سال‌هاست در جا میزنه. ولی چیزی که دیده نمیشه، مسیرهای کوچیک و روزمره‌ایه که به این تفاوت‌ها ختم شده. کتاب دقیقاً میاد روی همین نقطه دست میذاره و میگه اگر فقط خروجی رو ببینی، هیچ وقت منطق پشتش رو نمیفهمی. باید برگردی عقرب و تصمیم‌های کوچیکی رو ببینی که سالها تکرار شدن. دارن هاردی تأکید میکنه که بزرگترین اشتباه ذهن انسان اینه که دنبال تغییرات بزرگ میگرده. ما فکر میکنیم اگر قرار زندگیمون عوض بشه، باید یک اتفاق بزرگ بیفته. یک شانس، یک ایده خارق‌العاده، یک جهش ناگهانی. در حالی که اثر مرکب دقیقاً خلاف این ذهنیت رو توضیح میده. میگه تغییر واقعی تقریباً همیشه نامرئی شروع میشه. آنقدر نامرئی که حتی خود فرد هم در ابتدا متوجهش نمیشه. یکی از بخش‌های عمیق کتاب اینه که نشون میده چرا آدم‌های منطبی هم تصمیم‌های غلط میگیرن. چون تصمیم‌های کوچیک احساس خطر ایجاد نمی‌کنن. وقتی یک انتخاب کوچیک اشتباه انجام میدی، هیچ آلارمی به صدا در نمیاد. نه درد فوری داره، نه بحران فوری ایجاد میکنه. اما همون انتخاب وقتی صدها و هزاران بار تکرار میشه، تبدیل میشه به مسیری که دیگه برگشت ازش سخت میشه. کتاب سعی میکنه دید ما رو نسبت به امروز عوض کنه. میگه امروز شاید بی اهمیت به نظر برسه، اما آینده دقیقاً از دل همین امروزهای ظاهراً معمولی ساخته میشه. هیچ آینده‌ای از فردا شروع نمیشه. آینده همیشه از همین لحظه شروع میشه. این نگاه باعث میشه آدم دیگه تصمیم‌های کوچیک رو دست کم نگیره. و شاید مهمترین پیام این بخش از کتاب اینه که تو لازم نیست آدم متفاوتی باشی. فقط باید تصمیم‌های متفاوتی بگیری. نه تصمیم‌های بزرگ و سخت، بلکه تصمیم‌هایی که اونقدر کوچیکن که انجام دادنشون سخت نیست، اما اونقدر مهمن که تکرارشون زندگی رو میسازه. دقیقاً. و اگر بخوایم یک لایه عمیق‌تر به حرف‌های کتاب نگاه کنیم، دارن هاردی عملاً داره با یکی از ریشه‌ای ترین خطاهای ذهن انسان مقابله میکنه. خطای کم اهمیت دیدن تداوم. ما انسان‌ها ذاتاً به نتیجه فوری واکنش نشون میدیم. چیزی که الان جواب بده، الان دیده بشه، الان حس بشه. اما اثر مرکب دقیقاً روی چیزی بنا شده که مغز ما دوستش نداره. صبر. کتاب خیلی شفاف توضیح میده که چرا بیشتر آدم‌ها وسط مسیرهای درست تسلیم میشن، نه به خاطر اینکه مسیر اشتباهه، بلکه به خاطر اینکه نتیجه دیر ظاهر میشه. این فاصله زمانی بین تلاش و نتیجه همون جاییه که اکثر آدم‌ها جا میزنن. دارن هاردی این رو دره ناامیدی مینامه. جایی که تو داری کار درست رو انجام میدی، اما هنوز چیزی برای دیدن وجود نداره. یکی از مفاهیم بسیار مهم کتاب اینه که موفقیت ناگهانی وجود نداره. چیزی که ما از بیرون ناگهانی میبینیم، از درون سالها تداوم، نظم و انتخاب آگاهانه بوده. این دید آدم رو از مقایسه مخرب با دیگران نجات میده. چون وقتی بفهمی هر نتیجه‌ای پشت صحنه‌ای طولانی داره، دیگه خودت رو بابت دیر نتیجه گرفتن سرزنش نمی‌کنی. کتاب روی مسئولیت پذیری خیلی جدی تأکید میکنه، اما نه به صورت شعاری. میگه وقتی بفهمی هر انتخاب کوچک تو اثر داره، دیگه نمیتونی خودت رو قربانی شرایط بدونی.
این نگاه شاید در ابتدا فشار روانی بیاره، اما در واقع آزادی میاره، چون وقتی مسئولیت دست توه، قدرت هم دست توه. دارن هاردی نشون میده که اثر مرکب فقط با کار بیشتر فعال نمیشه، بلکه با انتخاب هوشمندانه تر فعال میشه. خیلیا خستن چون زیاد کار میکنن، اما اثر مرکب نمیگیرن چون کارهاشون همجهت نیست. کتاب میگه اگر جهت درست باشه، حتی حرکتهای کوچک هم تو رو جلو میبرن. یکی از نکات بسیار ظریف اینجاست که اثر مرکب خنثی نیست. یعنی اگر تو آگاهانه انتخاب نکنی، ناخودآگاه انتخاب میکنی و انتخابهای ناخودآگاه معمولاً به نفع ما نیستن. به همین دلیله که کتاب مدام روی آگاهی روزمره تاکید میکنه. اینکه بدونی چرا داری یک کار را انجام میدی، نه اینکه فقط به عادت بسپاریش. در پایان این بخش کتاب ذهن ما رو آماده میکنه برای مرحله بعد، عادتها، محیط و تأثیر آدمهای اطراف. یعنی جایی که اثر مرکب از یک مفهوم ذهنی تبدیل میشه به یک ابزار واقعی برای تغییر مسیر زندگی. حالا که در پارت اول فهمیدیم اثر مرکب چطور روی تصمیم‌های کوچیک و تکرار شونده بنا شده، دارن هاردی توی این بخش کتاب ما رو وارد یکی از مهمترین و البته خطرناکترین قسمت‌های زندگی می‌کنه: عادت‌ها. نکته‌ای که کتاب خیلی ظریف بهش اشاره میکنه اینه که بیشتر عادتهای ما نه آگاهانه ساخته شدن و نه آگاهانه ادامه پیدا میکنن. ما یک جایی در گذشته به دلایل مختلف یک رفتار رو تکرار کردیم و بعد از مدتی اون رفتار بدون اینکه از ما اجازه بگیره تبدیل شده به بخشی از هویت روزمره‌مون. کتاب توضیح میده که عادتها در ابتدا مثل تارهای نازک هستن، اونقدر ضعیف که به راحتی میشه نادیدشون گرفت. اما با تکرار این تارها تبدیل میشن به طناب‌هایی که مسیر زندگی رو تعیین میکنن. مشکل اینجاست که ما معمولاً وقتی متوجه قدرت عادتها میشیم که دیگه تغییرشون سخت شده. دارن هاردی دقیقاً اینجا هشدار میده که اگر امروز نسبت به عادتهای کوچیکت بی تفاوت باشی، فردا مجبور میشی هزینه‌های بزرگی بدی. یکی از نکات عمیق کتاب اینه که میگه عادتها نه خوبن نه بد، این جهت اونهاست که نتیجه رو تعیین میکنه. همونطور که یک عادت کوچیک میتونه به مرور تو رو جلو ببره، همون عادت کوچیک اگر جهتش اشتباه باشه میتونه بدون اینکه بفهمی تو رو عقب بکشه. و دقیقاً به همین دلیله که اثر مرکب هم میتونه مثبت باشه هم منفی. دارن هاردی خیلی شفاف توضیح میده که اثر مرکب منفی معمولاً خیلی آروم شروع میشه، نه با بحران نه با فاجعه، بلکه با اشکالی نداره، بعداً جبران میکنم، همه همین کار رو میکنن. این جملات کوچیک همون مجوزهایی هستند که ما به عادتهای اشتباه میدیم تا در طول زمان بزرگ بشن. کتاب میگه بزرگترین خطر اینجاست که اثر مرکب منفی تا مدتها هیچ نشونه‌ای از خودش نشون نمیده. یکی از بخش‌های مهم این پارت اینه که دارن هاردی تاکید میکنه تغییر عادت‌ها نیاز به انگیزه شدید نداره، نیاز به سیستم داره. انگیزه میاد و میره، اما سیستم میمونه. یعنی اگر محیط، برنامه روزانه و تصمیم‌های پیش‌فرضت رو درست طراحی کنی، حتی در روزهایی که انگیزه نداری هم در مسیر درست حرکت می‌کنی. این نگاه کتاب رو از شعارهای انگیزشی جدا می‌کنه. کتاب به جای اینکه بگه از فردا آدم منضبطی باش، میگه ساختار زندگیت رو طوری بچین که بی‌نظمی سخت بشه. این دقیقاً همون جاییه که اثر مرکب وارد فاز عملی میشه. یعنی به جای جنگیدن با خودت، شرایط رو تغییر بدی. در این بخش دارن هاردی ما رو به این نتیجه میرسونه که اگر بخوای آیندت رو عوض کنی، لازم نیست با خودت بجنگی. کافیه عادتهای کوچیکی رو که هر روز تکرار میشن زیر ذره‌بین بذاری و جهتشون رو اصلاح کنی. همین، نه بیشتر نه کمتر. دقیقاً. و اگر بخوایم این بخش کتاب رو عمیق‌تر ببینیم، دارن هاردی عملاً داره نشون میده که چرا بیشتر آدم‌ها با اینکه میدونن چه کاری درسته، انجامش نمیدن. مشکل کمبود اطلاعات نیست، مشکل طراحی غلط محیطه. کتاب خیلی صریح میگه که ما بیش از حد قدرت اراده رو بزرگ کردیم و بیش از حد نقش محیط رو دست کم گرفتیم.
یکی از مهمترین مفاهیمی که اینجا مطرح میشه اینه که محیط رفتار رو شکل میده. اگر محیط طوری طراحی شده که انتخاب‌های اشتباه راحت ترن، اثر مرکب منفی به صورت خودکار فعال میشه. و برعکس، اگر محیطت انتخاب‌های درست رو ساده کنه، حتی بدون تلاش زیاد، اثر مرکب مثبت شروع به کار میکنه. این نگاه مسئولیت رو از احساسات لحظه‌ای میگیره و میذاره روی طراحی آگاهانه زندگی. دارن هاردی در ادامه وارد بحث آدم‌های اطراف میشه. میگه تو ممکنه فکر کنی مستقل تصمیم میگیری، اما واقعیت اینه که استانداردهای اطرافت ناخودآگاه روی تصمیمات اثر میذارن. سطح درآمد، نوع تفکر، میزان تلاش و حتی عادتهای روزمره آدمهای اطرافت مرزهای ذهنی تو رو تعیین میکنن. اثر مرکب اینجا هم فعاله، فقط این بار از طریق جمع. کتاب بدون قضاوت میگه اگر بخوای رشد کنی، باید آگاهانه انتخاب کنی با چه فضا و چه آدم‌هایی بیشتر در ارتباطی. نه به این معنا که دیگران رو حذف کنی، بلکه به این معنا که بدونی چه چیزهایی به مسیرت جهت میدن. چون اثر مرکب از همین تعامل‌های بظاهر ساده ساخته میشه. یکی از بخش‌های مهم این پارت اینه که دارن هاردی روی مفهوم ردیابی تأکید میکنه. میگه تا چیزی رو اندازه نگیری نمیتونی تغییرش بدی. خیلی از عادتهای ما چون دیده نمیشن، اثرشون هم دست کم گرفته میشه. اما وقتی شروع میکنی به ثبت و مشاهده، آگاهی بالا میره و همین آگاهی رفتار رو تغییر میده. کتاب نشون میده که آدمهای موفق الزاماً با استعدادتر نیستن، فقط نسبت به مسیرشون هوشیارترن. میدونن کجا دارن وقت، انرژی یا تمرکز از دست میدن و قبل از اینکه اثر مرکب منفی بزرگ بشه اصلاحش میکنن. این مهارت چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد، اما دقیقاً با همون تصمیم‌های کوچیک ساخته میشه. در پایان این پارت، کتاب ذهن ما رو آماده میکنه برای جمع‌بندی بزرگتر. اینکه موفقیت نتیجه یک تصمیم قهرمانانه نیست، بلکه نتیجه صدها تصمیم خسته کننده، ساده و تکراریه که در طول زمان روی هم انباشته شدن. و اگر این رو واقعاً بفهمی، دیگه دنبال میانبر نمیگردی، دنبال ثبات میگردی. در این نقطه از کتاب، دارن هاردی عملاً همه قطعات پازل رو کنار هم میذاره. اگر تا اینجای کتاب رو دنبال کرده باشی، دیگه متوجه شدی که پیام اصلی نه انگیزشی هیجانیه، نه وعده تغییر سریع. اینجا حرف از ساختن شتابه. شتابی که از تداوم میاد، نه از فشار. دارن هاردی توضیح میده که وقتی تصمیم‌های کوچیک درست به اندازه کافی تکرار بشن، یک لحظه میرسه که انگار نتایج با سرعت بیشتری ظاهر میشن. اما این سرعت ناگهانی نیست، فقط نقطه‌ایه که اثر مرکب بالاخره قابل دیدن میشه. کتاب خیلی شفاف میگه که اکثر آدم‌ها دقیقاً قبل از رسیدن به این نقطه دست میکشن، نه به این خاطر که ناتوانن، بلکه به این خاطر که تصور میکنن تلاششون بی‌نتیجه بوده. دارن هاردی اینجا به یکی از مهمترین دام‌های ذهنی اشاره میکنه: قضاوت زودهنگام. ما معمولاً فرایند رو قبل از اینکه فرصت اثرگذاری پیدا کنه متوقف میکنیم. در این بخش کتاب مفهوم نظم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. نه نظم خشک و نظامی، بلکه نظمی که از تعهد به مسیر میاد. دارن هاردی توضیح میده که نظم یعنی حتی وقتی نتیجه‌ای نمی‌بینی، باز هم مسیر درست رو ادامه بدی. این دقیقاً همون جاییه که اثر مرکب از دیگران جدا میشه. چون بیشتر آدم‌ها حاضر نیستند کاری رو ادامه بدن که هنوز پاداش نداده. کتاب تاکید میکنه که شتاب زمانی ساخته میشه که تردید کمتر از تعهد باشه. یعنی تو تصمیم میگیری که بدون چک کردن مداوم نتیجه به فرایند پایبند بمونی. این دید آرامش میاره، چون دیگه هر روز خودت رو با خروجی ها نمیسنجی، خودت رو با استمرار میسنجی. دارن هاردی در ادامه میگه وقتی اثر مرکب فعال میشه، زندگی به جای اینکه پراکنده باشه، همراستا میشه. تصمیم‌ها به هم کمک میکنن، نه اینکه همدیگر رو خنثی کنن. و این همراستایی همون چیزیه که از بیرون به عنوان موفقیت طبیعی دیده میشه. در پایان کتاب یک پیام خیلی ساده ولی عمیق میده.
تو لازم نیست بیشتر بدوی، فقط لازم داری دیرتر قضاوت کنی. اگر مسیر درسته، زمان به نفع تو کار میکنه و اگر این رو بفهمی، دیگه عجله نمی‌کنی، چون میدونی اثر مرکب دیر یا زود خودش رو نشون میده. و اینجاست که کتاب The Compound Effect عملاً به یک فلسفه زندگی تبدیل میشه، نه فقط یک کتاب رشد فردی. دارن هاردی به جای اینکه نسخه خاصی برای موفقیت بده، یک چارچوب فکری میده که میشه روی هر هدفی اعمالش کرد. از پول و شغل گرفته تا روابط، سلامت و حتی آرامش ذهنی. یکی از مهمترین پیام‌های پایانی کتاب اینه که ثبات از استعداد مهمتره. نه به این معنا که استعداد بی‌ارزشه، بلکه به این معنا که بدون ثبات هیچ استعدادی فرصت شکوفایی پیدا نمی‌کنه. اثر مرکب به آدم‌هایی پاداش میده که حوصله دارن، نه فقط انگیزه. دارن هاردی خیلی ظریف به این نکته اشاره میکنه که زندگی خوب نتیجه تصمیم‌های درست در لحظه‌های معمولیه، نه در بحران‌ها، نه در موقعیت‌های خاص، بلکه در روزهایی که شبیه هم هستن، همون روزهایی که اغلب نادیده گرفته میشن. اثر مرکب دقیقاً توی همین روزها ساخته میشه. کتاب در جمع‌بندی نهایی مسئولیت رو دوباره برمیگردونه به خود خواننده، نه به عنوان فشار، بلکه به عنوان فرصت. این که بدانی آیندت وابسته به انتخاب‌های کوچیکی است که امروز انجام میدی، شاید ترسناک باشه، اما همزمان قدرتمنده، چون یعنی همیشه میتونی از همین امروز شروع کنی. در پایان دارن هاردی به ما یادآوری میکنه که اثر مرکب نیاز به نبوغ نداره، نیاز به تعهد داره. نیاز به این داره که تو به مسیر احترام بذاری، حتی وقتی هنوز چیزی برای دیدن وجود نداره. و اگر این دید رو درونی کنی، دیگه دنبال تغییرات انفجاری نمیگردی، دنبال تغییرات پایدار میگردی. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که این کتاب تموم میشه و مسیر واقعی تازه شروع میشه. مسیری که نه با هیجان، بلکه با انتخاب‌های کوچیک، آگاهانه و مداوم ساخته میشه. اگر این بررسی عمیق از کتاب The Compound Effect برات مفید بود و دوست داری کتاب‌های بیشتری رو با همین سبک تحلیلی و عمیق ببینی، حتما کانال آپادمی گل سرخ رو دنبال کن، ویدیو رو لایک کن و نظرت رو بنویس که کتاب بعدی رو با هم بررسی کنیم.